سلام رفقا، ایف هستم. خوش اومدید به چنل خودتون. امروز دارم میرم پارک تولد یه فلو خفن بزنم. یه کوچولو پام درد میکنه، حالا امیدوارم اذیت نکنه. بریم اونجا ببینیم چیکار میشه کرد. میبینمتون. آقا منتظر سامان فیلم برداریم. اون ویلسون گونه ها، یه سامان خیلی خوبیه، رفیقمه. منتظرم بیاد بریم سر فیلم برداری. داره میاد. آقا سامان فیلم بردار خاورمیانه. من یه تمرین خفن. اگه پای 20 بذاره بوستان تولد. حاجی سامی خودتو نشون نمیدی به دوربین؟ بر نمیگرده، یعنی نشون میدم. دریاچه بالی داره، خانواده هم نشستن و هیچ. رسیدیم بچه اونجا تو داره برخوش بازی میکنه. ما داریم میریم تو زمین اونا دیگه. زمین ما نیست. نه خوبه، خلط. مشته باشه. این حرکتایی که میشه زد، ساید و پیچ ساید و فرانت و این گینه یا همون کورپیت و اینا هم میشه زد. یه جور اینا رو به هم ربط بدیم. اینجا هم میشه مایکی درست داریم شما درست بزنیم. هیچی نه، حالا یه تمرین میکنی، یه ذره مایکی برس بزنی دیگه هم خوبه؟ برو. در حال گرم کردن و هیچ. این چمنه نمیشه. این دقیقا اینجای پایین یک تیری میکشه. خدا بینه. خود بیس هم بگی بابا زوم کردیم. فران زد قبلش، رولش کنم یا اینجا این فری استایل رو یه فرانت بزنی رول کنی، اینجا فری استایل بزنی. خب این دیواره برای این حرکت بده، می‌بینی؟ به خاطر اینکه لعبه داره، پام میگیره گرده. بس این دیوار حذفه. پاش درد میکنی. این که اینو به خاطر اینکه پاش درد میکنه. سعی کنید از پارکور شروع کنید. یهو نه قطعاً
رو ولش کن اصلا. بیا اینجا یه فرام بزنم، خب رولش کنم، این تاپا رو بندازیم کنار. خب اینجا یه رول میزنم، میپرم، اینو میگیرم، یه میل گینر میندازم، یعنی این بر اینجا رو یه فلو باید بشه. این نسبت مهمه. سنگش هم انقدر داغا، دستم داره میسوزه. لامصب انگاری دست میزنی تو تنور. گینر رول جا نمیشه. چه فلوی ما داریم میچیم. بیا میخوای همون که تو ذهنت بیا دیگه. نه خب اداشو در بیارم، نمیچرخم. من ما برم این بالا وایستم فکر کنم وایدتر بگیرم. خودت دیگه میتونی این بگیر زاویه مختلف کدومش بده. وایسی بهتره چون باید تکون بکنم. میله رو که میگیرم تو باید اون لبه باشی. میله رو نگرفتی یه بار برو میله رو بگیر. من زودتر اومدم فکر کنم. برو خوبه زودتر بیایی ایراد نداره. بقیه‌اش دیگه همون جای دیگه. این سایدش سنگینه. اصلا اینجا رو ساید نزنم به نظرم. چیکار کنی؟ ساید هست شه. الان بهت میگم چی. این میشه زن. بعدش قشنگه نه؟ آره خوب. البته الان دستم گذاشتم زمین ها، درستش این دست بیاد تو دیوار. بعدش میخوای چیکار کنی؟ بعد نمیشه تموم شه، بعد بیشتر بدی؟ دست خودمه، دوست دارم طولانی باشه. خب بعدش میخوای چیکار کنی؟ بعد میخوای برگردی بری اونور؟ میخوام به اون ور تمومش کنم ولی چیزی به ذهنم نمیاد. آها وایس. چرخ و فلکش. نه اینو که زدن و این سیجی بعد پای چپ اول این ایزی بیا خیلی دور میشه. نمیتونی مثلا اینو بری بعد برگشت بزنی با دستت بیای اینور؟ چه؟ هن؟ دعا میکنه 3 ساعته. این خوبه. این خوبه همین. اینو میزنم پیت ساید. فقط یه مشکل الان هست. جون. الان مشکلم این بیناموس. یه ذره خسته شدم. دستم نمیاد رو دیوار، نمیاد رو زمین. چند تا رو زمین برم. پام درد میکنه، دریوس نمیشه روش پری. آره. دستم میزنم زمین. خب باید بیاد اینجا. آها. حله. تموم؟ خب پس اینجا یه دور دیگه میرم. اینجا دورت چم به توضیح بده. اینجا این شکلیه. من ناکن
یه ذره عقب‌تر وایسا. ببین اینجا این شکلیه. بعد از میلگینر رول میکنم. بعد میلگینر رول میکنی. خب نمیری آروم آروم. ولی اینه. خب اینه که این همینه درست داری میزنی؟ آره. اوه چی میریم یه 40 دقیقه دیگه میایم سنگینه فل. نفس زد بگیرم بابا الان خود ادا در آوردنش انرژی میگیره جان من. چونه؟ داشله میخواد لخ شو هیچ. الان لخ نمیشم. کی لخ میشی؟ لخت من ببین. فران زیاد زدم تو فلو. لعنتی اصلا پنجه میام تیر میکشه. اوه گرم نه با خب فلو تمپست نمیزنی موقع مسخره بازی در میاری. من دارم ریده شد تو ویدیو. گفتم نیاد. پویز آخه اون سختی ها رو میزنی تخمی رو باید بخوری زمین. داره میگیره. سلام آقا چه حسی داری؟ تخمی. توی یه روز گرم تابستونی میچسب پارکور. من اونی که من آورد توی ورزش و هوا گرمه پا درد میکنه. یه هفتم تمرین نکردی.